شما در تصویر میبینین ما یک مریض خود را در سر کراچی از اینجا میبریم. این درد من نمیفهم چگونه بگم. کراچی به جای آمبولانس نبردی برای بقا در بین کوههای بهسود، در حالی که جهان در قرن 21 از تکنولوژی های پیشرفته پزشکی سخن میگوید، در گوشه از جغرافیای محروم افغانستان جان انسان ها هنوز به قدرت بازوان مردان بستگی دارد که مسیرهای سنگلاخ را با کراچی دستی میپیماید. روز گذشته منطقه سید بچکوه بیرون در ولسوالی بهسود بار دیگر شاهد صحنه تکان دهنده بود. تصویری از یک بیمار که نفسهایش به شماره افتاده و بر روی یک کراچی دستی خوابانده شده است. مردانی با دستان پنبه بسته و پاهای خسته این بیمار را بیش از 2 ساعت از دل صخره‌ها، مسیرهای صعب العبور کوهستانی عبور دادند تا تنها به جاده برسند که شاید موتری برای انتقال او به شهر پیدا شود. باشندگان محل میگویند این یک اتفاق نادر نیست، بلکه بخش از زندگی روزمره آنها هستند. در این مناطق واژه‌ای به نام آمبولانس معنایی ندارد. به جای آن چهارچوب‌های چوبی، شانه مردان و کارچه‌های دستی تنها وسیله‌های انتقال بیماران، زنان باردار و کودکان و مرکزهای درمانی هستند. ما در اینی قدبر مریض خود را در سر چارچوب و یا در سر کراچی، این اوج درده که ما یک مریض در سر کراچی از اینجا انتقال میدیم و در مسیر عمومی میرسانیم. این مشکلی از این مردم، مشکلاتی که مردم بسیار زیاد دارند. گزارش های مردمی حاکی از آن هستند که بسیاری از بیماران به ویژه مادران در آستانه زایمان و کودکان خردسال پیش از آن که چشمشان به تابلوی یک شفاخانه بیفتند در میان برف و صخره‌ها جان می‌سپارند. شاهدان عینی وضعیت مردم بهسود را نمادی از درد یک ملت توصیف می‌کنند، ملتی که به گفته آنها صدا ندارد و در برابر محرومیت‌های گسترده تنها به صبر و ایمان تکیه کرده‌اند. نبودی جاده‌های مواصلاتی و مرکزهای صحی مجهز سالها هستند که از مردم این دیار قربانی می‌گیرند. مسیری که واقعا مشکل است. زمستان اعلان این مسیر بنده، قد 4 نوخ برف بند است و تا ماه جوزاری بند میشه. با وجود تمام سختی‌ها، آخرین گزارش‌ها حاکی از آن هستند که بیمار مذکور که روز گذشته با کراچی از کوهستان‌های بهسود عبور داده شده بود، سرانجام صبح روز یکشنبه 30 قوس به کابل رسیده است و ای در حال حاضر در یک از شفاخانه‌های غرب کابل تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد و وضعیت او پایدار گزارش شده است. این حادثه بار دیگر زنگ خطر را برای نهادهای امدادرسان و مسئولان صحی به صدا درآورده است تا به وضعیت فاجعه بار دسترسی به خدمات اولیه در مناطق مرکزی افغانستان توجهی